دارین بچه‌ها امپکس هستم خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز اومدیم با یه چالش دوباره و اینکه حسین رفته خونه‌شون. اینم مهمه بگم. و چالشمون چی بود؟ سنگیرم نمیاد. ها چالشمون مرد خوری به معنی واقعی. یعنی ما به هیچ عنوان حق نداریم داخل لوت عادی چیزی لوت کنیم. هم اولا با پانچ و بجنگیم، میتونیم بجنگیم یا میتونیم فرار کنیم بزنیم بقیه برن چیزمون داشتخوری برداریم دوتاشونو. آره فقط جعبه، یعنی ما چیزی که میتونیم ببینیم چشامون رو تو زمین کوریم، فقط جعبه ببینیم. چالش همینه، یعنی فقط باید جعبه لوت کنیم. هیچ چیزی رو مپ عادی هیچ چیز دیگه نمیتونیم لوت کنیم. همین مرد خوری. بله پس قبل از که بریم سراغ ویدیو این اینستاگرام من بالا سمت راست یا چپ میاد و فالو کنید، سابسکرایب هم یادتون نره. بوست بهتون. بریم سراغ ویدیو. من داخل چالش داخل چالنجمون یه دونه تغییر ایجاد کردم. اینکه یه دونه گان میتونیم برداریم، واشیل هم نمیتونیم برداریم. تو برشتم چیه شکست؟ نه که نک شد دم شد. خب ببین میر نیاز به لوتات دارم. نه که اکسیژن مرد. عالی. به به الان میتونیم لوت کنیم. بچه به دلیلی که میتونیم چی کنیم یه دونه گام بهم داریم اینه که میمیریم در جایی همچی کاری انجام ندیم. هر چی دقیقه چشم لخ کن حتی چیه که لازم نداری. شوشارمش خوشگله، اسکی آرامش هم بده پسه. من پس 37 آره خوش به حالش. هیچ وقت فرصت نشد بگیرمش چون سیزن 7 کلا اصلا نت نداشتم، چون اسباب کشی تازه کرده بودیم کلا نت نداشتم. کسی پرسید؟ کسی نپرسید ولی شاید برای کسی سوال بشه. باشه الان چی میخوام بپرسن؟ مکالمه فعلا یک طرف است. یکی اینجا هنوز. بابا فکرم توی به خدا. اینجا خودت. من پسنده نیستم عزیزم. به به. بابا شبیه بودیم. صدا میاد. من تو اسکین ندارم. ولی خب اوکی. تیر گانمون هم یه بار پس شاکر داره. ساعت لش خورد و بنگلور یکه. الان قراره یه جنگ بزرگ اینجا درست شه. اشم یه تقریبا یکه. یکی هم اینجا پایین خونه. بازم یه اسکواد هم هست هنوز. اینجا من ریوایو کنم. مثلا میتونی بی پایین. بیا اینجا. چیکار؟ با این تیر گانمون نمیتونیم رو زمین برداریم ما. آره اینو آره. خب من میگم سر اصلی مطلب. من یه نفره فکر کنم. نه دو نفرن. 99 سلام. خب پایین گردن. همونجا بدیم مینداختیم و همون برمیگردیم. چقدر بنگلور یا بنگلور. بنگلور میگن بالانس ولی من بالانسی ازش نمیبینم خدایی. بالانس بازی نیست، خودش بالانسه. مثلا چه میدونم اصلا نمی‌چیز اش الکش خیلی خوب نیست، التی و پاسیوش خداست. میگم الکی ضعیفه خیلی خوب نیست، اون بالانس نیستش. بنگلور هر چیزی التیش هم نمیشه گفت خیلی خداست ولی التیش حق دارم. من زمین هم لوت میکنم بچه‌ها. آخه ناراحت شده بابا. رمپیج و رمپورتو بچه اگه من زمین لوتی برشتم ببخشید مثلا در رو عادت دیگه. حتی لایت نمیتونم بردارم ها. گفته باشم اینا لایت اینا میتونم رو زمین بردارم. بابا التیش آمادن. نه بوده باشه میزنه درسته؟ آره زیره پای سرمون هم اصلا نمیه بالا سرمون. با ناکه من میکنم بهم بیارم. من هیل میکنم. واسه فکر کنم یکی هم رو بالا سرمون بوده. الان میام. یه صدای میمد. اینجا نه. رفته پشت رمپارت خط گرفته سطح با رمپیج. فکر کنم یه نفر ایشون که اینجا هم صدا خیلی صدا میاد. نه یه نفر نیست الان متوجه شدم. بنگلور یکی اینجا. من میشه. شیره شکست بنگلور. یکی تقریبا یکی. بکشش ندارم. دارش اومد. بابا اومد بالا فکر کنم. 157 خورد. عالی.
عالی. از روی عادت در پایین زدم. چقدر لوت تو چقدر لوت داشتی؟ چه میگم من؟ الان که میرم ساعت ها مشکلشون چیه؟ این اسکوادر نمیخواد بره؟ مردم. این نمیخواد بره نه؟ ما داریم باش میجنگیم. همه مردن. نه ما یه اسکواد دیگه رفتن. تازه زدیم. ما یه اسکواد دیگه هم زدیم، اسکواد. اسکواد هنوز هستش. دو اسکواد کاملا هنوز زدیم. یار پاس. همینجا نه. شیلش تقریبا شکست. بکشش اینو بکش. اینو بکش سن اینو بکش. نه اینجا نمیای. بنگ داره اینجا. عالی. هیل کن تو نمردی. پشتی. رفت خود چی مستانه. کدوم میشه؟ یه نفر فکر کنم. یار پاس. چیزش شکست یکی ناکی تموم. رفته زیر چیز. خب. زیر پارچه. ببین بابا. پایین پله اینجای پله که بشینی میتونی ببینیش. خب همش باید دادم. ای بر. ایفا نشما میتونی ببینیش. جالبه. میبینیش؟ ای خدا بخواد. نه فرش کن چون ببین. نمیبینیش؟ بابا خب بیا. نمیشه که باید ببینیش. اینجا که اصلا بشین. نمیخوام نگاه کن. اینا هاش. من میبینم. نمیخوام ببینم. من اینجا که الان میذارم نگاه کن. منم دارم میبینمش. آره آره داری میبینیش. نه خدا بچه‌ای تو ویدیو دارن میبینن دیگه. خدا شکر. تو نمیبینیش اونا میبینن. نگاه نباش. اونا میبیننش من ما نمیبینم. حسین. نه چه واقعا به معنی واقعی یک بود. نه سیتا خور. یکی به معنی واقعی نه. داش بگوشیش. وای اسکواد دیگه هم هست. اونجا نزن بو میزد. مردم. اصلا داشت نمیر فقط. به پانیان. اومدن. همین نزدیکیه. دیگه به پانیان. مثلا برم چی کنم؟ من واسه بد تزه کنم. خوش فکر کنم یه دو پسنده باشه. یه نوع پسنده من دیدم منم. شیلش قرمزه ها. وای چه بد میزنه خدا کلی. فکر کنم یه نفره. چه شکست؟ عالی. او سرش شیلش شکست تو خودت. شیلش شکست تو خودت. من هر مثلا هیچ شد. جلو من میکوام کم. اومدم. کجا؟ پنجه تو خود تقریبا. کجا رفت؟ غیب شد؟ رفت پشت. با گپر جناب رد شد ولی غیب شد. بیا بمیر. یه نفری بیا بمیر. همینجا سرش رو اینجا میاد. بوشم اصلا اینجا میاد. پشت سر منه. من یه بچی هم ندارم. بسیم بریم دقیق دلش دیگه. فرار نکن. داشت نویز. خدا. جون. خوب بود. بد نبود. تو تخم‌سگی بود. میدونم که تخم شرم بود فرار میکرد. و بچه‌ها اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگر دوست داشتین این ویدیو رو حتما منو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید. این استریم من این بالا سمت راست یا چپ میاد. و واسه حرف نداری؟ آها افراد یادت نه کامنتو هیچ وقت کامنت فراموش نکنید خواهش می‌کنم. یا من معذرت کامنت راست میگم هیچ وقت کامنت یادتون نره و فعلا تا یه ویدیو دیگه شو باش.